سلام عزیزم، وقتت بخیر باشه. با آموزش آستین روز در خدمت هستم. ابتدا از روی الگو یه دونه کامل برش بزنه احتیاج داریم. برای چی؟ برای سجا. خب اینو میذارم کنار. الگو رو از وسط ببین به این شکل برش میدم. تا کجا؟ تا این قسمت برش میدم. بعد میام چیکار میکنم؟ پارچم رو ببین به این شکل پهن میکنم. حالا من که پارچه دیگه ای نداشتم، همین بود. ببین به این شکل باز میکنم این قسمت رو به طوری که این قسمت ها روی این قسمت ها فیکس شه. خب من پارچه دیگه ای نداشتم که روشن باشه. اکثر پارچه‌ای که داشتم مشکی بود، با همین مشکی کار میکنیم. ببین به این شکل این قسمت هم روی این قسمت به همین شکل فیکسش میکنم. دور تا دور کارم رو سوزن میزنم. ببین این قسمت به این شکل صاف باشه. دور تا دور کارم رو سوزن میزنم. با ببین به این شکل دور تا دور کارم رو که سوزن زدم با 1 سانت پاس برش میزنم. خب عزیزم ببین آستین به این شکل در میاد. دور تا دور این قسمت رو با زاپاس 1 سانت برش میدیم. خب کار بعدی که انجام بدم میام این قسمت ها رو 2 تا چرت کوچیک میزنم. ببین این قسمت و این قسمت رو 2 تا چرت کوچیک میزنم. حالا از این قسمت به این شکل چرتا رو روی هم دیگه قرار میدم و این مسیری که الان برای سوزن میزنم رو باید دوخت انجام بدم. خب ببین به این شکل این مسیر باید دوخته شه. ببین به این شکل این قسمت از اینجا از قسمتی که چرت داره اینجا باید دوخته شه. برم دوختش رو انجام بدم بیام بهتون نشون بدم. خب من با یه رنگ دیگه دوختم که براتون کاملا واضح باشه. از قسمت چرت حالا کارم رو که برو کنم ببین به این شکل قشنگ این شکلی میشه. حالا اینا رو باید با دستم قشنگ مرتب کنم و نکته بعدی این هستش که این قسمت ها رو شما باید قشنگ اینا رو با دستتون مرتب کنید و با نخ و سوزن این قسمت ها رو کوک بزنید از قسمت داخل تا همینجوری خوشگل بمونه. نکته بعدی که خیلی مهمه راجع به سجافش هستش که برای این قسمت حتما باید تمیزروزیش رو انجام بدیم. میایم چیکار میکنیم؟ روی کار رو به روی کار قرار میدیم. متاسفانه این پارچه من خیلی کرک میگیره. میام یه تیکه دیگه که بریده بودم رو به این شکل قرار میدم روی این قسمت ها. حالا من سوزن میزنم، شما دوختش رو انجام بدید. ببین به این شکل میام سوزن میزنم قسمت پایین. ببین قشنگ این قسمت ها رو باید سوزن بزنم و فیکسشون کنم. پس حواستون به این موضوع باشه که اون گل رز ایجاد شده رو شما ببین در نهایت باید اینو بیارید لبه کار به طوری که این قسمت معلوم نشه. خب و این قسمت ها هم قبل از اینکه بخوای به لباس وصل کنی باید با دوخت درشت نه چین بشه ها، فقط به صورتی که این قسمت ها ثابت بشن. نکن این قسمت هایی که دارم سوزن میزنم باید حتما ثابت بشه که راحت بتونی دوختت رو بزنی. بعد تا میکنی و به لباس وصل میکنی. ببین به این شکل، ببین به این شکل قشنگ باید این قسمت ها رو مرتب کنم. ببین به این شکل این قسمت باید بره داخل و به عنوان سجاف ازش استفاده شه. این قسمت ها مرتب میشه و کوک میخوره. ببین به این خوشگلی و تمیزی برای شومیزاتون استفاده کنید. امیدوارم آموزشش برات مفید واقع شده باشه.